اگه توی یه رابطه هستید که نمیدونید در ادامه زندگی و ادامه رابطه با این فرد آیا یه رابطه جنسی خوبی میتونید داشته باشید یا نه، اولین سوالی که میتونید از خودتون بپرسید اینه که آیا این فرد برای شما جذابیت جنسی داره یا نداره. اگر این فرد برای شما جذابیت جنسی داشته باشه، بقیه موارد رابطه جنسی مهارت آموزی نیاز داره. یعنی اینکه در ادامه میتونید مهارت‌هایی رو در ارتباط با داشتن یک رابطه جنسی خوب و با کیفیت یاد بگیرید و توی رابطه به کار ببرید. ولی اگر از همون ابتدا به این شک دارید که این فرد برای شما جذابیت جنسی داره یا نداره، یا اصلا براتون مشخصه که از نظر جنسی این فرد برای شما جذاب نیست، دیگه نمیتونیم برای بعدش به این فکر کنیم که میشه با مهارت آموزی و آموزش هایی در این خصوص این رابطه رو بهتر کرد. اگر از همون ابتدا جذابیت جنسی توی رابطتون وجود نداره، بهتره که برای ادامه این ارتباط یه تصمیم جدی تری بگیرید و با مراجعه به مشاور براش تصمیم گیری کنید.